کجا بود که با تو گریه کرد کسی که آرزو نداشت تموم آرزوش تو بودی؟ کجا بود که عاشق تو شد کسی که مثل آینه؟ مامانم میگفت عاشقی یعنی بازی با آتیش. اگه واقعا عاشقی باید دستتو اینجوری نگه داری. چقدر؟ میسوزد تنم ترانه‌ای به خاطر تو بر لبم، بهانه‌ای به یاد عشق تو شبم، تو را کجا صدا کنم بگو؟ آه از بی کسی به داد این دل شکسته میرسی، به پای این غرور خسته میرسی، تو را کجا صدا کنم بگو؟ هیچ کاری واسه آدم عاشق سخت نیست، غیر ممکن نیست. آدم عاشق بیشتر صبر میکنه، بیشتر از کارهای راحت میگذره، انقدر سعی میکنه تا اون چیزی رو بسازه که فقط وقتی چشاتو میبندی ببینیش. صدا کنم بگو. آه از بی کسی به داد این دل شکسته میرسی، به پای این غرور خسته خیلی قشنگ. نه، تو خیلی قشنگی.